مقاما فقه الدين منهم نرتجيه نستفتيك يردون صوابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز دوشنبه 10 ذیقعده 1447 هجری قمری، 7 اردیبهشت ماه 405 خورشیدی و 27 آوریل 2026 میلادی، 10:30 شب به وقت تهران. درود و سلام خدا بر شما بینندگان محترم. به برنامه پرسش و پاسخ شبانگاهی خوش آمدید. اخبارهای ضد و نقیض که آیا این رفت و آمدهای عراقچی به اسلام آباد، مسکو، مسقط نتیجه میده نمیده، یا ترامپ حمله میکنه، یا اینکه تسلیم اون خواسته های باقی مانده رژیم خامنه‌ای میشه که ملت ایران نمیخواند. پیشنهادی داده این باقی مانده های رژیم خامنه‌ای به کاخ سفید. این هم دارن بررسی میکنن که آیا این پیشنهاد بهش توجه بشه یا نشه. این مسئله است که در چند روز آینده یا از فردا به بعد خواهیم فهمید چه تصمیمی گرفته میشه. باقی مانده رژیم خامنه‌ای هم در صدد گرفتن عوارض از تنگه هرمز هستند و اخبارها اینه که نخست وزیر اسرائیل میگه توان تسلیحاتی حزب الله به حدود 10% کاهش یافته. فرانسه هم گفته تنگه های دارای بین المللی تنگه ها دارای بین المللی هستن، یعنی تنگه های مثل حالا تنگه هرمز، و هیچ کشوری حق بستن اونها رو ندارد. البته اینجا برای اولین بار فرانسه هم یک حرف درستی میزنه، ضمن اینکه فرانسه و بقیه کشورهای اروپایی در فکر ملت ایران نیستن. ظاهرا رئیس کمیسیون اروپا هم درباره تداوم تحریم صحبت کرده که باقی مانده رژیم خامنه‌ای را به خشم آورده. خود آقایون باز منتظرن که مردم بریزن کف خیابان، 2 مرتبه اعتراض کنن برای این همه چیز گرانه، چیزی نیست، و بالاخره مردم در حال انفجار هستند که یه زمان بیاد و بریزن باز به کف خیابان ها. این شورای عالی امنیت ملی، یعنی آقایون احساس خطر کردند. اون چیزایی که میبینند و میشنوند در جلسه‌ای به ریاست قالیباف گفتند یا ذوالقدر که برگزار شده، گفتند بترسید از اعتراض مجدد ملت. بسیار خوب. این اخبارهایی که فعلا در تیتر خبرها اومده جزئیات تازه از انهدام یک شبکه ترور برون مرزی. ما درون مرزی داریم و برون مرزی سپاه که جامعة المصطفى آن را هدایت می کرده در جذب نیروی ترور، یعنی افرادی را از خارج، حالا از آفریقا، از آسیا، از اروپا، از آمریکا، جذب این نیروهای قدس بشوند، نیروهای برون مرزی که افرادی که مخالف رژیم خامنه‌ای هستن ترور کنند. پول میدن به آفریقایی برو فلانی را بکش، پول میدن به آمریکایی برو فلانی را بکش و همچنین. پس این ماشین ترور همچنان به جای خود باقیه. نه این که فقط در ایران داره ترور میکنه، بلکه در کشورهای خارج هم مأموریت گرفتن، پول میگیرن که افراد را ترور کنن، جاهاشون رو مشخص میکنن، بعد پول میدن به افراد برای این رو بکش. مثلا $10,000 بگیری. $10,000 برای یک فرد آفریقایی خیلی زیاده. بله، این جنایت ها ادامه دارد. یعنی یک کشور ناامن، یک کشوری که یه مشت تروریسم دارن هدایتش میکنن، رهبریش میکنن بر مسند قدرت، هر طور که بخواهند با دنیا دارن بازی میکنند، باج میدن، باج میگیرند به نام کشور جمهوری اسلامی که عالم از دستشون به تنگ آمده.
همینه که مردم دعا یا خدا خدا میکنن که آقا ترامپ یا کسی دیگه بیاد اینا رو نابود کنه، از بین ببره. خدایا یک نیروی از غیب برسان که این آخوندهای صفوی رو از بیخ و بن بیرون بکشد و بکشد و از بین برود. این دعا مستجاب میشه، آه مظلومان مستجاب میشه، آه 40,000 مادر داغ دیده مستجاب میشه که در 18 و 19 دی ماه سال گذشته به شهادت رسیدند. تمام اینها، این نفرین ها و این آه ها نتیجه میده و انشاءالله زوال این رژیم صفوی سفاک نزدیک است. اون چیزی که وظیفه یک انسان مؤمن هست، بنده به شما و خودم تذکر میدهم، اینه که ما وظیفه خداشناسی خود را فراموش نکنیم. توجه فرمودید، اتجاهات سیاسی و بالاخره گرای سیاسی هر فرد مخصوص خودش هست، لکن اون چیزی که واجب است بر ما اتجاه توحید و یکتاپرستی و به یاد خود بیاوریم که خود مسئول عمل خود هستیم، کسی به درد ما نمیخورد و روز قیامت هم همینه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ نه مال نه فرزندان، هیچی به درد ما نمیخورد، مقام و منصب به درد ما نمیخورد مگر ایمان و عمل صالح. حالا هر کس بنگرد در کجای این عرض شود که این دنیا ایستاده، اهل ایمان و عمل صالح هست یا اهل هوای نفس یا اهل تکبر و خودخواهی یا اهل نفاق و درویی، که همه این صفتها نیکوییده است. صفت نفاق، صفت همکاری با ظالم، صفت دروغ، صفت تهمت، صفت تکبر و خودخواهی، صفت ظلم، تمام این صفتها صفت انسان مؤمن نیست. حالا شما بگویید ما به خاطر مثلا فلان گرای سیاسی مجبوریم به فلان کس تهمت بزنیم، انگ بزنیم، دروغ بگوییم، این بهانه‌ای نیست. روز قیامت یقتون رو میگیرن. اگر ایمان به قیامت دارید یقتون رو میگیرن، آقا بیا پس بده، حساب حق الناس. شوخی نیست. شما به خاطر هوا و هوس خودتون اومدید به مردم تهمت زدید، دروغ گفتید، ظلم کردید، توجه فرمودید، حق الناس کردید. این خیلی مهمه که بین ما و خداست و امیدواریم که خداوند ما را از این مهلکه نجات بده. تماس دارید؟ بفرمایید بیننده محترم. بفرمایید، پشت خطید. خب ظاهرا بیننده صدای ما را ندارن، میگن پشت خطید بیننده محترم. من نمیدونم چرا صدای ما نمیشنوندشون. خب قطع شدن. بذاریم پیامو بخونیم. استاد عزیز، بزرگترین خدمت که رژیم ایران به صهیونیست ها کرده این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس را به اسرائیل نزدیکتر کرده و این رو منشأ امیر تایید کردیم. نظر شما چیست؟ این خودش خوش خدمتی به صهیونیست ها نیست؟ بله. ببینید، مسئله این که رژیم صفوی، رژیم آخوندی خیلی با اسلام مبارزه کرده، روش های مختلفی برای مبارزه با اسلام هست. یعنی اومده الان خود را دشمن کشورهای ششگانه حوزه خلیج فارس کرد. اومده به یک نحوه جوانان ملت خود را از حاکمیت، از اسلام، از قرآن، از دین، از پیامبر فراری داده. یه بغضی ایجاد کرده در دل جوانان که اسم اسلام که بشنون منفجر میشن، اسم قرآن که بشنون اصلا از حرف قرآن و عربی و اینها دیگه بدشون میاد. برای اینکه این یاوه‌گویان خمینی و خامنه‌ای و ازیال اینها اومدن به نام قرآن ظلم کردن، به نام قرآن شکنجه دادن، به نام قرآن مرتکب قتل شدن. حال
یک جوانی که به خصوص این نسل زد ممکنه یک بک‌گراند، یک عرض شود که اون چیزی که درباره اسلام باشد و حقیقت اسلام نخونده، نفهمیده و ندیده. جز از اینها هم جنایتکار. حالا تقصیر این جوان چیه؟ حالا اگر این جوان برود مثلا مسیحی شود، یهودی شود، کلیمی شود به اصطلاح خودمون، یا ارمنی شود، یا زرتشتی شود، یا ناباور شود، آقا من دیگه دین قبول ندارم، نه اسلامش، نه مسیحیتش، نه یهودیتش، دین نمیخوام. لاتینی، ملت بریتانیا 70% ناباور هست. از عمل کشیش ها و از عمل حاخام ها انتقاد دارن. مسلمون ها از عمل آخوندها انتقاد دارن. از اسلام بدشون میاد. اینجاست که در روز قیامت اینها شکایت آخوندها و مراجع تقلید میکنن. بارها به این مسئله بنده اشاره کردم. دلیل این ادعای بنده صفحه آخر سوره احزاب است. اونجا که بالای صفحه نوشته یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا. تا اینجا که میگه ولی ناصری ندارن. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. میگن ای کاش از خدا و رسولش تبعیت میکردیم. بعد میفرماید که انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. ما از مراجع تقلید و از آخوندهایی که بر مسند قدرت بودند و ملبس به لباس دین بودند و به نام دین، به نام اسلام، به نام قرآن میکشتند، شکنجه میدادند، دزدی میکردند، اموال مردم را به یغما میبردند، بالاخره از اونها تبعیت کردیم. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. ساده و بزرگان و مراجع تقلید مذهب شیعه کیه؟ این آخوندهای مراجع تقلید که هنوز هستن. نتیجه چی شد؟ فاضلون السبیلا. ما را به بیراهه بردند. حالا خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خدایا عذاب این آخوندها و عذاب این مراجع تقلید را 2 برابر کن. این آیه قرآن است، عرض بنده نیست. آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. عذابشون رو 2 برابر کن، عذاب این آخوندها و این مراجع تقلید که ما را گمراه کردند، و لعنت بزرگی بر آنها بفرست. این لسان حال کسانی است که در دنیا فریب آخوندهای صفوی اثناعشری خوردند. تماس دارید؟ بفرمایید بیننده محترم. السلام علیکم و رحمت الله. استاد خدمتی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، یک سوال شرعی داشتم. بفرمایید. که در مورد 2 تا فامیل اگه با هم جنگ و دعوایی داشته باشند، فامیل هم با هم نزدیک پسرعمو باشند، یه چند وقتی 100 سال گذشته باشه، همون فامیلا با هم درگیری داشته باشند و ضرب و شتم اونها به حدی باشه که 4 دست و پای آن را شکسته باشند و اگر گیرشان بیاد یکی دیگر رو هم بزنن و اون طرف اگه مسلح باشه از خودش دفاع کنه و اون طرفی که میاد برای زدن و یا حتی 95% احتمال مردنش هم هست بزنه و اون طرف را بکشه، آیا خوندار میشه؟ آیا قاضی میشه؟ آیا اون حقی داره؟ در مورد این یک توضیحات اگه بفرمایید ممنون میشم. محترم. چشم. خدا نگهدارشون. خدا حافظشون. بیننده بعد بفرمایید بیننده محترم. خب صدا بیننده را نداریم. اگر مردم ایران بخواهند مبارزه مسلحانه کنند، سلاح از کجا خواهند
سلاح از کجا خواهند گرفت؟ منظورتونه. حکومت ایران به حرف نمیفهمد، به حرف مردم اهمیت نمیدهد. هرچی به نظر خودش درست به نظر برسد همان را انجام میدهد، همون را میکند، کاملا مثل طالبان. ظاهرا حالا بینندمون افغانی هستند. ببینید زمانی که زمینه برای مسلح شدن باشد اشکالی نداره که مردم مسلح بشن و از خود دفاع کنند، اما نه هر لحظه. زمان آن فرا خواهد رسید، زمانی که شاهزاده رضا پهلوی بارها به این مسئله اشاره کردن. منتظر فراخوان نهایی باشید که مردم بریزن خیابونها و اماکن اداری را تصرف کنند، ولی هنوز نه، هنوز وقتش نیست. در 18 و 19 دی ماه سال گذشته در 2 روز، یعنی در کمتر از 48 ساعت بیش از 48 هزار نفر را کشتن. ککشون هم نکسید. مراجع تقلید هم خفه خون گرفتن. شاهزاده رضا پهلوی گفتن این مراجع دیگه مردود شدند. ای مردم بیایید به آیین اهل سنت و آیین مذاهب دیگر. این بر حقند. اما ایده آخوندی مردود شد. دال بر بطلان این ایده هست. اگر این ایده پاکی بود لااقل دفاع از حق میکرد، دفاع از مردم ایران میکرد. مثل جناب مولانا عبدالحمید رهبر اهل سنت در بلوچستان محکم ایستاده از مردم دفاع میکنه. حالا هم البته تهدیدش کردن، اون منابع مالیش را و اون دفتر مالیش را بستن، اون حسابش رو که ممکن است به یک نحوه تسلیمش کنن و به طرف خود بیاورن. جناب مولانا عبدالحمید نه از تهدید میترسد، نه به تطمیع شما امیدی دارد یا دل میبندد. پس بنابراین این مسئله، یعنی مردان خدا زیادند و افرادی هم مثل جناب مولانا عبدالحمید زیاد هستند که نه از این حکومت رافضی صفوی میترسند، نه هم دل به ارشد زرق و برق این رژیم بستند. طرف مردم هستند، به یک نحوه طرف مردم هستند. از اون طرف افرادی که خود فروخته و دین باخته و اخلاق باخته و دین فروش هم داریم که خود را به طرف حکومت بردند. بله، که نهی از شرعاً. الله ذوالجلال ما را نهی میکند از اینکه یک کمی به طرف این ظالم میل کنید. اگر یک کمی میل کنید به طرف ظالم فتمسکم النار، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. به طرف ظالم میل نکنید که آتش شما را میبلعد، یعنی آتش جهنم. حالا شما توجه کنید کسی که به یک نحوه ظالم را تایید میکند، ظالم ظلمش را دیده میبیند و تایید میکند و با ظالم هست، یا حتی با سکوتش ظالم را تایید میکند. آخه مراجع تقلیدی که به قول شاهزاده رضا پهلوی مردود شدن به خاطر سکوتشون بود دیگه. دفاع از جوانان، دفاع از این خیزش ملی نکردند، لذا مردود شدن. بله. سلام جناب شیخ خدمتی. شیخ، یک سوال داشتم. کسانی که آشکارا از رژیم ولایت فقیه طرفداری و حمایت میکنن علیرغم اینکه اهل سنت هستن، آیا اینها گناهکار هستن یا نه؟ الان عرض کردیم، همین الان عرض کردیم. قبل از اینکه سوال شما مطرح شود جواب را ما خواندیم و گفتیم بله حتما گناهکارن و طرفداری از رژیم ولایت فقیه یعنی تأیید ظلم، تأیید آدمکشی، تأیید حق الناس، تأیید خوردن اموال الناس بالباطل، تأیید ظلم، تأیید شکنجه. چقدر ما افرادی الان هزارها در زندان داریم شکنجه میشن شبانه روز، کسی اسمشون نمیدانه و نمیبره، خدا میدونه چه به حال آنها میگذره. روزی 10 بار میمیرند و زنده میشن. حالا شما بیاید این رژیم را تایید کنید؟ بله. سلام و رحمت الله و برکاته. یک تعداد ملاهای افغانستان به شمول دعوتگران از حمایت از رژیم منافق کمونیست ایران
حمایت میکنن و جنگ کنونی رو جنگ کفر و اسلام میدانن. فقط احساساتی شده، مردم رو گمراه میکنن. حتی در مساجد برای کامیابی روافض مشرک کمونیست و منافق دعا میکنن. خب دیگه اینها همراه این روافض محشور میشن. کسی که مشرک را تأیید کرد، ظالم را تأیید کرد، بدعتگذار را تأیید کرد، همراه اونها زنده میشه روز قیامت، یعنی در جهنم. اینجاست که نباید حتی میل به طرف ظالم کرد. میل، رکون یک میل کوچیکی است، تا چه رسد که تأیید مطلق کنن، به خاطر مصلحتی که در این رژیم دارن. تطمیعشون کرده، پولشون داده. الان خوندیم در اخبار که افرادی از طریق جامعة المصطفى دارن جذب ترور میشن. یعنی چی؟ یعنی جامعة المصطفى که به نام جامعة المصطفى است اومده افرادی را به یک نحوه بالاخره تطمیع کرده، پول میده که آقا بیایید ما فلانی مثلا در فلان کشور، در فلان شهر اینو بکشید که این ضد ماست، این علیه ما تبلیغ میکنه، این رو از بین ببرید. خب چقدر پول میدید؟ 10 20 30 40 بستگی داره. پول این رو بکش، پول رو بیا بگیر. خیلی هم کلا سرشون میره، دروغ بهشون گفته میشه. اول یک مقدم، یک دپوزیت، یه چیزی سپرده‌ای بهش میدن که تطمیع بشه. بعد وقتی که این فعل شنیع را انجام داد، یعنی مرتکب قتل شد، جواب تلفنش هم نمیده. بارها شده اینطور. این منافقان اینطوری هم. ولی کسی که اینقدر بدبخت است و جیره خوار است باید همینطور کلاه سرش بره. به خاطر یک چندرغازی افرادی را ترور میکنند و میکشند. بله، تماس دارید، بفرمایید بیننده محترم. پشت خطید، بفرمایید. سلام و درود الله بر شما استاد عزیزم که هر بار سلام و صحبت درود کردم الله با بر شما شما بیننده ما رو محترم، همیشه بفرمایید. خوشحال میکنه. ممنونم. بله، یه سوال داشتم. ببینید استاد، ما بفرمایید. تو زمانه ای هستیم متفاوت با طول، اگه ما درازای وجود انسان ها بر روی کره زمین رو بسنجیم، این دورانی که ما زنده میکنیم خیلی ویژه است و کلا متفاوته. چون ما تو این عصر ما اینترنت داریم، کتاب و کتابخونی زیاد شده، به قولند ستلایت هست، دسترسی های مختلف هست، شبکه های اجتماعی هست که تو هیچ دورانی از بشریت وجود نداشته. اوکی، حالا قطعا. با این حجم وجود اطلاعاتی که وجود داره، آیا دیگه چیزی برای ردی برای عذر به جهل میمونه؟ آیا کسی که چون این سوالم ربط داره به یه موضوع دیگه ای که یک بیننده زنگ زده بود تو این شبکه‌های ترشابی، داشت عین بچه 1 ساله ایشون رو توجیه میکرد که این آخوندها خطرناکن، اونجوری هم نیست و اینجوری هم نیست. من میگم تو این زمانه به لحاظ شرعی حکم همچین انسانی چیه که در این حد از نفهمی و بیشعوری و بی اطلاعی و نادانی، حالا اگه مثبت فکر کنیم که بگیم آقا نگیم طرفدار و اینا، بگیم نه واقعا یه شخصی که نمیفهمه، شعور نداره، ندیده، نشنیده، خب حکم همچین انسانی چیست و چه جایگاهی دارد در نزد خداوند و چه پاسخی میتونه داشته باشه؟ و به لحاظ شرعی این انسان چه جایگاهی داره که شعور نداره و ناآگاه و نادانسته میاد از یه سیستم تروریستی جنایتکار که هم ضد دین اسلام، هم ضد انسانیت، هم ضد بشریت دفاع میکنه و کلی دیتا هست در این رابطه، در کل ابعاد انقدر زیاده اصلا واقعا خنده داره که اصلا بیای صحبتش هم بکنی. چجور یه انسانی میتونه به این حد نفهمی و بیشوری برسه؟ تو این قرن باید بیای بهش توضیح بدی که این آخوندا 40,000 تا کشتن، این آخوندا دزدن، این آخوندا هواپیمای مسافربری میزنن، این آخوندا به جنازه تجاوز میکنن، این آخوندا قاری قرآنشون به قولن سعید طوسی لواطکار، این آخوندا دین رو تحریف کردن، این آخوندا چه 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 اینا دیگه یه بچه هم باید، به نظر من دیگه باید بدونه حکم شرعی همچین انسانهای جاهل و نادان و سفیهی چیه واقعا. چشم.
مرسی. پاسخ میدم. ممنون از سوال بسیار جالبتون. بیننده بعد بفرمایید. بیننده محترم. بسیار خوب. سلام استاد، خسته نباشید. سوال اینه که من زمانی یه جا کار میکردم و همسایه بغلی وای فای داشت و من از بالاخره من اونو هک کردم. منظورت اینه که نه که هک کردی، یعنی از وای فایش استفاده کردی. هک کرده بودم نزدیک 6-7 ماه یا بیشتر یا کمتر استفاده میکردم. یعنی نه اینکه هک کردید یعنی وارد شدید و دیگه کنترل از دستش گرفتید، ولی منظورت اینه که از وای فای ایشون استفاده میکردید بدون اجازه ایشون. آیا این دزدی میشه؟ اگه آره چیکار کنم؟ ببینید بیننده عزیز، در اینجا دو جواب هست. جواب اول اینه که نخیر، دزدی نمیشه، به دلیل اینکه اگر این آقا راضی نبود یه پسوردی بالاخره، یه پینی، یه کدی برای وای فای خودش میذاشت. درسته؟ اگر که همینطور آزاد گذاشته، اگر دیگه پاسپورتشو هک کردی به تعبیر خودت، اون گناه داری. اگر پاسپورت برای این وای فای خودش بالاخره یک پسوردی گذاشته، یک پینی گذاشته، یک رمزی گذاشته، شما اومدید این رمزه رو هک کردید، بله قطعا گناه دارید. این که مثل روز روشنه برادر، مثل روز روشنه. بنده عرض میکنم اگر ایشون وای فای رو همینطور باز کردن، معنیش اینه که آقا شما هم استفاده کنید، همسایه بغلی هم استفاده کنون. ضمن این که اگرم بدون پسورد باشه، باید که شما میدونید همسایه هست، بس بهش بگید که آقا وای فایتون بازه، اشکال نداره من بعضی وقتا استفاده کنم. میگه اصلا من باز گذاشتم که هر کی میخواد استفاده کنه. توجه کردید؟ این پس بنابراین این یک جواب. جواب دوم این که نه، شما حق ندارید استفاده کنید ولو این که باز باشه، باید اجازه میگرفتید. و اما اگر هک کردید به تعبیر خودتون که اینطور، یعنی پسورد داشته، رفتید به یک نحوه پسورد رو بالاخره هک کردید و وارد شدید و ازش استفاده کردید، یعنی دقیقاً از خانه بالا رفتید و رفتید توی اتاق و پول دزدیدید و مرتب کارتون بوده. مثل همینه. پسورد کسی رو هک کردن یعنی از دیوار بالا رفتن. توجه کردید؟ این حرامه و جایز نیست. مثل کسی که از پشت کانتور برق میدزده، آب میدزده، گاز میدزده، شرعاً جایز نیست و حرامه. این دیگه واضح هست. این کارو نکنید، گناه دارید. بسیار خوب. ببینید من سوال بینندگان رو، بینندمون گفتن که ما دو فامیل دعوا کنند با هم، بعد همدیگه رو بزنن، حتی اگر یکی زد دیگری رو کشت قصاص میشه، دیه هم داره. ببینید تا حدی که فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. اگر بنا باشه اومدن همه مسلح میخوان شما رو بکشن، شما حق دارید از خود دفاع کنید. تمام شد. دفاع کردن مشروعیت داره. مثل الان رژیم صفاک آخوندی مردم به رگبار میبنده. خیلی خب ما هم تو خونه بشینیم اینطوری بگیم نه خیر گناهه، نزنین مردم رو بکش. خب کشته میشه، میکشتت. دفاع نکنی، نکشی، تو رو کشته. پس این یه بخش. بخش دوم این که نه خیر سلاح ندارن، اونها سلاح ندارن، اونها به قصد کش نیامدن، باش با دعوا دارن، اما شما سلاح بردارید اونها رو بکشید، قصاص میشید. قتل عمد که البته قتل به 3 بخش تقسیم میشه یا به 3 نوع تقسیم میشه. نوع اول قتل عمد، سلاح عمدن بکشی به قصد کش. یکی قتل خطاست. خطا اینه که شما این بالاخره تیراندازی میکنید، یه تیری بالاخره پرید و ترکشی یه چیزی به یکی خورد، یه چیزی رو پرتاب کردید سر یکی رو گرفت، قصد کشتن ندارید، افتاد مرد. قتل خطا. یکی بین این و اونه، بین قتل عمد و بین قتل خطاست. بهش میگن شبه العمد. شبه عمده یعنی شما درگیری دارید با یکی، با یک آهنی، با یک چیزی به طرفش پرتاب میکنید، اما قصد کشتن ندارید. خب آهن دیگه، تیکه آهن سرش خورد و افتاد مرد. این شبه خطاست. هر 3 دیه دارد.
اما در رابطه با قصاص، قتل عمد قصاصه، هیچ موی هم لای درزش نمیره طبق آیه ولکم فی القصاص حیات. یا جای دیگه میفرماید النفس بالنفس، یه نفر کشتی در مقابل بس کشتی بشی. مگر این که اولیای دم، اولیای دم یعنی چی؟ پسرش، دخترش، مادرش، پدرش، کسانی که بعد از مرگش ورثه‌اش میشند بیان بگن آقا ما بخشیدیم، قصاص نمیخوایم، بیا برو خونت. اونا ببخشن طبق آیه قرآن دیگه بخشیده می شود. و الا قصاص در قتل عمد هست. بسیار خوب. این پس اگر هم دوتا مسلمون هستند، دو گروه، دو طایفه، سوره حجرات میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، دعوا کردن اینا رو اصلاح بدید. اگر اصلاح نمیشند با کسی درگیر بشوید که صلح را قبول نمیکنه. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي، کسی که باغی باشد، حق را نپذیرد، شما با اون بجنگید تا اینکه تسلیم بشود، حتی تفیء الی امر الله، بعد صلح بدید بین اینا. بینندمون در رابطه با کسانی که الان با وجود اینترنت، با وجود فضای مجازی، با وجود اتمام حجت، کتابخانه عقیده در اینترنت هست، کتابخانه قلم هست به زبان فارسی و صدها هزارها کتاب، حکم سرچ کنید بالاخره حکم فلان چیه، حکم ترک نماز چیه، حکم همکاری با ظالم چیه، حکم حق الناس چیه، حکم کشتن، شکنجه دادن، فوش دادن، دشنام دادن، تحقیر کردن، بد و ناسزا گفت، همه چیز در همین در گوشی موبایل شماست. میتونید سرچ کنید و حکم بفهمید. الان هوش مصنوعی، الان بالاخره به یک نحوه به شما چت جی پی تی که الان هوش مصنوعی از چت جی پی تی حکم میده. اگر که 100% درست نیست، 90%ش درسته. با این آگاهی کسی حق داره بگه من نفهمیدم؟ سوال بیننده اینطور. ببینید بیننده محترم، حتی در قرآن کریم زمانی که خداوند پیامبران را میفرستد، ثم ارسلنا رسلنا تترا، بعد از آن پیامبران را پشت سر هم فرستادیم. بعد میفرماید که ما که پیامبران فرستادیم هدفمون این بود که لکی لا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه مردم دیگه بهانه‌ای نداشته باشند که ما نفهمیدیم. کسی نبود به ما راهنمایی کند، به ما یاد دهد که آقا سنگ پرست نباشید، قبر پرست نباشید، علی پرست نباشید، الله پرست باشید. کسی به ما نگفت. تا اینکه این نگید دیگه، تا اینکه دیگه این حرفا رو نزنید، ما این پیامبران را فرستادیم که شما را راهنمایی کنند. این یکی. زمانی که وارد جهنم میشن نگهبانان جهنم، به اینا میگه الم یأتکم رسل منکم ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آیا پیامبرانی نیومدن به شما این وضعیت وخیم که الان دارید میبینید، شما از این وضعیت وخیم هشدار بدهند، بترسانند؟ ببین آقا جهنمی هست، دوزخی هست، حق الناس نکنید، قتل نکنید، دروغ نگید، تجاوز نکنید، منافق نباشید، مال مردم رو نخورید، تهمت نزنید، غیبت آیا کسی نگفت به شما اینا رو؟ گفت بله گفتن. قبر پرست نباشید، علی پرست نباشید، الله پرست، کسی به شما نگفت این حرفا رو؟ بله. ما شبکه کلمه 15 سال 16 سال مرتب این حرفا رو به ما میگفت، ولی خب دیگه ما توجه نکردیم. قالوا بلا ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرین. اعتراف، بزرگترین اعتراف اینه که انسان شاهد علیه خودش باشه. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، دست و پا و زبان همه علیه صاحبش گواهی میدن. حتی خود صاحب این زبان و دست و پا و چشم میگوید که لما شهدتم علینا، چرا علیه ما دارید گواهی میدید؟ مگه تو زبان من نیستی؟ مگر دست من نیستی؟ مگر پای من نیستی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء
خدا ما را به نطق آورد، به زبان آورد. پس یه چیزهایی حتی در زمان پیامبر هم، حالا شما فرمودید اینترنت، خود پیامبران کافی هستند. خود پیامبران و آیات قرآن کافی است برای هدایت مردم. و ده‌های در این زمینه ما داریم که این قرآن حجت است. کتابی است که هرگز درش چرندیات نیست، باطل نیست، کاملا 100% بر حقه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه قبلش نه بعدش نه آیت، هیچی نیست. از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا قل اعوذ برب الناس همش حقه و همش واقعیته. اینها رو شما خوندید بعد هم گمراه شدید. اگر اهل قرآن بودید، قرآن داره میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بر استوارترین راه هدایت میکند این قرآن. ولی شما که اهل قرآن نبودید چی؟ قرآن روز قیامت شکایت میکند خدایا این ملت با من قهر شدن، این ملت با من قطع رابطه کردن. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن را مهجور یعنی قهر کردن باش. این قرآن را ترک کردن، قهر کردن باش، نمیخوندن، توجهی نداشتن، نگاهی نمیکردن بهش. وقتی که حالا میخوان برن سربازی یا برن مسافرت، یه بوسه‌ای میدادند و یا زیرش رد میشدن، دیگه گرد و خاک میخورد. بازش نکردن بخونن چه نوشته. وقتی که قرآن شکایت میکند دیگه تمام شد. پس شما چطور میخواهید بگید که حالا من نفهمیدم و کسی نیومد به من بگه؟ بالاخره مسئول شمایید. ما در امور دنیوی خودمون یه سری قوانین هست، درسته؟ هر کشوری، هر شهر یه سری قانون داره. آقا من این قانون رو ندیدم، نخوندم، پذیرفته میشه از شما. رانندگی بلد نیستی، اتومبیل سوار میشی بعد میزنی پایه برق یا میزنی نفر رو میکشی، بعد میگن آقا شما بدون گواهی نامه چرا پشت فرمون نشستی؟ آقا من نمیدونستم. این قبول این حرف؟ و چیزهایی که در ظاهر ما داریم میبینیم، بروید دزدی کنید، بعد من نمیدونستم که دزدی کار بدیه، آدم بکشید نمیدونستم. تمام اینها یه قوانین دنیوی است. همینها ما رو قشنگ آقا توی پرواز این ممنوعه که مایعات بیارید، ممنوعه که ادکلان یا عطر بیش از 100 میلی لیتری بیارید مثلا، یا فلان مواد قابل اشتعال همراه خود حمل کنید. آقا اونجا که میخوای سوار بشی کیفتو باز میکنن میگن این ممنوعه. من پول دادم خریدی ممنوعه، برو بیرون بندازید. قانون را باید تبعیت کرد. توجه کردید؟ حالا این قانون دنیویه که بالاخره ما رو میگیرن. در قانون اخروی همه آیین نامه ها ما خوندیم، تمام اون چیزی که برای سعادت دنیا و آخرت یک انسان باید باشد این کتاب است. 30 جزء، 114 سوره، 6000 و اندی هم آیه. حالا ما نخوندیم، مقصر ما این بس. ما که با قرآن قهریم، دستور العمل خودمون نمیدونیم، اتمام حجت. حالا امروز هم با این وضعیتی که بیننده فرمودن تو همین قرآن لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون، شاید که بترسید، شاید که شعور داشته باشید، شاید به عقل آیید، شاید که تقوا داشته باشید. تمام این در قرآن. وقتی که شما تقوا ندارید، وقتی که شعور ندارید، وقتی که فکر ندارید، تفکر نیست، شعور نیست، تقوا نیست، فهم نیست، برگشت و انابت و پشیمانی از خطا نیست، تمام شدی. این میشه تعمد و اصرار بر خطا تا دم مرگ، اصرار بر شرک، بر قبر پرستی، بر امام پرستی، بر آدم پرستی، اصرار بر غیر الله پرستی تا دم مرگ، تمام شد. یعنی شما حاضر شدید که جهنم را
با دست خود برای خود انتخاب کنید. دیگه بهانه ای نیست، اتمام حجته. توجه فرمودید؟ و آیاتی که الان وقتش نیست ما بدون اشاره کنیم در این زمینه. بسیار خوب. پیام چیه؟ بیننده دارید، بفرمایید بیننده عزیز. خب سوال بعدی بینندمون چیه؟ سوال دوم. سوال اول شما جواب دادیم. سوال دوم اینه کسانی که بدون هیچ دلیل به کشورهای غربی مهاجرت کردن، این کارشون درسته، جایز هست یا نه؟ ببینید غالبا کسانی که اسم هجرت روشون میگذارن یعنی این که یک دلیلی برای خودشون دارن. مثلا افرادی که در کشورهای اسلامی زیر شکنجه، خود جمهوری اسلامی به نام جمهوری، به نام اسلامی، ولی شکنجهگر، قاتل، ظالم، حق الناس، بیت المال را بی‌اغما بردند. چند صد هزار افراد، پزشک، پرستار، مهندس، فکر، مغز، آرزو داشتن که بروند بیرون. بعضا رفتن، بعضا تو نوبتن که برن بیرون. چرا؟ از ظلمه. حالا شما گفتید بدون دلیل، منظورتون بدون، امکان نداره کسی بدون دلیل بالاخره وطن خود را ترک کند. توجه فرمودید؟ بدون دلیل مثلا زادگاه خود را ترک کند، از بستگان و از والدین خود جدا شود. مگه میشه؟ همه اینها تحت فشارند. حالا هر کشوری باشه، به خصوص کشوری که اسمش جمهوری اسلامی، بالاخره آرزو دارن پاشون باز بشه، برن یک جایی آزادی باشد، حرفی بزنند، کار کنند، مزد بیشتری بگیرند. بله، کسی که می رود برای فساد، برای فحشا، برای به یک نحوه بالاخره در استفاده از حرام براش آسانتر باشد، این گناهکار است. کسی که با نیت خراب از جای خود، از زادگاه خود کوچ می کند با نیت بد. انما الاعمال بالنیات، اولین حدیث صحیح بخاری که تمام عمل ما، تمام حرکت ما وابسته است به نیت و قصد ما. به چه قصدی شما بیرون اومدید از ایران؟ که غالبا ما میدونیم به خاطر، یعنی بیش از 95 رو بگیم 97% مردم به خاطر ظلم و اجحاف یا حتی میتونیم بگیم 100% ناامنی و قحطی و گرانی و عدم آزادی بیان و عدم آزادی بالاخره ایده و عقیده. آقا بیا مثل آخوندها یک شیعه اثناعشری ولایی صفوی باش، ما کارت نداریم. در غیر این صورت شما یا وهابی هستید یا بالاخره فلان هستید. باعث که شما رو یا کنار بزنن یا از بین ببرن. توجه کردید؟ تماس دارید، بفرمایید بیننده محترم. سلام علیکم استاد خدمتی، شب شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر. بفرمایید بیننده محترم. استاد خدمتی، داشتن گربه در خانه جایز است یا نه؟ آیا پیامبر اسلام کشتن گربه؟ نه، در خانه داشتن، نگه داشتن گربه در خانه. بله، این سوال دیگه. بله. و سوال دوم، نماز وتر من با یک تشهد میخونم، یعنی در رکعت آخر یک تشهد و در رکعت آخر بعد از رکوع دستا رو میبرم بالا و همون دعای قنوت اللهم انا نستعینک که تا آخر. این روشی که میخونم درسته؟ اینو میخواستم بدونم. توضیح میدم. از شما در نکنه. خداحافظ شما. خب سلام علیکم جناب استاد خدمتی عزیز بزرگوار. جناب استاد، عده نشستن به زن 60 ساله یا 67 ساله واجب است یا اگر روایت نکنه حکمش چیز؟ جزاکم الله خیر. ببینید در مسئله عده الله ذوالجلال میفرماید که اگر منظور عده متوفی عنها زوجها باشه، دو عده داریم. یک عده طلاق داریم که 3 ماه هست یا 3 قروء، 3 قروء، یا 3 ماه یا 3 پاکی یا 3 قاعدگی. یک عده داریم که 4 ماه و 10 روزه، عده متوفی عنها زوجها، یعنی زنی که شوهرش فوت کرده. تربصن بانفسهن 4 اشهر و 10.
4 ماه و 10 روز. حال علما میفرمایند که به 2 علت این زن عده می‌نشیند. اولا برای براءت رحم، که آقا این زن دیگه از این مرد حامله نیست. 4 ماه و 10 روز اگر بود بالاخره مشخص میشه. این دیگه. شما گفتید یه پیرزنی که مثلا 67 سال 60 سال 67 سال سن داره، یعنی امیدی برای حامله بودن این دیگه نیست، ولی برای احترام شوهرش این عده را سپری میکند. توجه کردید؟ برای احترام شوهرش. بالاخره این هم شما عمری با هم بودید، ازدواج، آمیزش، نشست و برخاست، صحبت‌ها، شریک زندگی شما بود. الان فوت کرد. لااقل به احترام این، حالا درسته که مسئله حاملگی و حمل نیست، ولی احترام این شوهر واجب است که شما همون 4 ماه و 10 روز براش چی کنید؟ عده بنشینید. و معنای عده اینه که آرایش نکنید، بدون دلیل از خانه بیرون نروید. حالا زن 70 ساله که آرایش نمیکنه البته، ولی منظور اینه که شما به احترام، به پاس احترام این مرد عده بنشینید. بله. سوال بینندمون در رابطه با گربه در خانه داشتن اشکالی نداره، جایز هست، ولی هر امر جایزی را شما تبدیل به وجوبش نکنید، تبدیل به عادتش نکنید. درسته گربه نجس نیست مثل سگ، ولی معناش این نیست که حتما من تو خونه داشته باشم بیاد روی تخت خواب من، توی اتاق خواب من. ببینید توصیه اطباء، اینایی که معمولاً به یک نحوه حیوانات رو مداوات میکنند و بهتر از ماها میدونن، میگن کسانی، مرد و زن و دختر و پسرانی که مبتلا به بیماری پوستی میشن، غالباً یعنی 90% اینها تو خونه گربه داشتن یا حیوانی مثل سگ داشتن. درسته گربه اشکال نداره بیاد تو بره تو حیاط خونه، میاد میپره، بعد از تو جای پاش نجس نیست، اشکالی نداره، ولی معناش نیست که آقا تو بغل داشته باشیم شب و روز ببوسیمش. که شما همینا برید همین گربه‌ای که به نظرتون خیلی تمیز و پاکه ببریدش یه چکی بکنید روی کمرش، روی زیر این موها، ببینید چقدر کرمه، چقدر، بله این موهاش میریزه، بالاخره شما میخورید، شما به پوستتون دستت به صورتت میکشی و بیماری پوستی میگیری. اینا در نظر داشته باشید. اما شرعاً جایز، اشکال نداره. گربه، نگهداری گربه تا اینکه گربه بیاد توی خونه ما باشه بپره رو دیوار و بیاد 2 تاست. ما هیچ دستوری نداریم که تو خونه تو اتاق خوابمون گربه نگه داریم. حالا اون مسئله فضلات اینم مزید بر علت. سوال دوم شما نماز وتر را با یک تشهد و یک قنوت که اللهم انا نستهدیک و نستغفرک و نتوب الیک و نثنی علیک الخیر کله، که به تعبیری قنوت سادات احناف، در رکعت آخر دست بار، درسته، اشکالی نداره. اتفاقا میگن اصل قنوت اینه که چه شما نماز وتر را 3 رکعت با یک تشهد بخونید و در رکعت سوم بعد از بالا آمدن از رکوع این قنوت را بخوانید، چه این که 2 رکعت شما شفع بخوانید بعد سلام بدهید و بلند بشید 1 رکعت وتر بخوانید. هر دو صحیح است. اما سادات احناف هم یک عملی دیگه غیر از این دارن که نماز وتر را مثل نماز مغرب میخونن، که یک کمی این روایت اشکال داره. بهتر است که مثل نماز مغرب نباشد. حالا اگر شما عادت دارید اشکالی نداره. بسیار خوب. سلام علیکم استاد گرامی. صورت مسئله، من میخوام 700 میلیون به کسی بدم 6 ماهه، یعنی 6 ماه بعد منو 1 میلیارد بدهد. خب 700 میلیون بدید با 300 میلیون سود، یعنی درسته؟ همینه دیگه. حالا من میدونم اینطور حرام است چون ربا هست. من به طرف میگم بیا بریم طلا بخریم به همین اندازه پول خودم و بعد به شما تحویل میدم تا 6 ماه 1 میلیارد. آیا اینطور درست هست؟ ببینید بیننده محترم،
اولا شما صورت مسئله اولی که اعتراف کردید رباست، یعنی 700 به شما بده، 1 میلیارد شما پس بدید. این رباست و جایز. حتی 1 تومن هم بیشتر کنید میشه ربا، تا چه رسد که 300 میلیون با 300 میلیون سود 6 ماهه، جایز نیست. 1 سال 6 ماهه این رباست و خیلی واضح است. اما بیایید بگید که بیا طلا بخریم ولی من همین مقدار را بهت میدم، اینم اشکال داره. میدونی برای چی؟ برای اینکه شما فایده را قطعی کردی. از کجا میدونید که شما اگر طلا بخرید بعد از 6 ماه 300 میلیون سود میکنید؟ حالا راه حل چیه پس؟ ما سرمایه‌مون چیکار؟ آقا اشکال نداره، با هم شریک بشید، 700 میلیون ایشون به اضافه حالا هر مبلغی از شما روی هم بذارید در یک پروژه، همین طلا فروشی که گفتید، ولی فایده را تعیین نکنید، قطعی نکنید. آقا ما بریم با هم 10 کیلو طلا میخریم، مثال میگم 10 کیلو طلا میخریم، مرتب در این چند ماه، در این 12 ماه، در این 6 ماه میفروشیم، دوباره میخریم، میفروشیم، دوباره میخریم، میفروشیم، دوباره میخریم. سال که شد میاد میگه آقا این طلا که ما، این سرمایه ما که مثلا 2-3 میلیارد تومان بود الان شده 10 میلیارد. درسته؟ خب بالمناسبه اگر مثل هم هستید، اگر که نسبت و تناسب 40% از شما، 60% از اونها، یا 30% از شما، 70% به نسبت سرمایه‌تون توزیع میکنید فایده رو. این کار جالبی است. یا این که شما پول را میدهید به یه نفر، آقا توش کار کن، این پول من 1 میلیارد تومان، شما سوپر دارید، شما بالاخره کارخونه سیمان و گچ و آجر و اینها دارید، شما نجارید، شما این هم سرمایه من، هر چی که فایده شد دیگه آخر سال به من بدید. کل سرمایه شما مثلا 10 میلیارده، 1 میلیاردش مال من. آخر سال پول از من، کار از شما. شما میگید آقا من مدیر شرکت هستم، 50% کل فایده مال منه، 50% کل فایده مال من مدیر زحمتکشه. جناب آلیس 1 میلیارد دارید تو خونه خوابیدید، آخر سال بهرت گیرت میاد. این بهش میگن مضاربه اسلامی، یعنی پول از تو، کار از اون. حالا چین که سرمایه مثل شما بیاورد، چین که اصلا سرمایه نیاورد. آقا 1 میلیارد من سرمایه به شما میدم، برو کار کن، 50-50 40 60 30 70 هر چی اتفاق کردید فایده اینطوری توزیع میشه. پس راه حل داره، اما این چیزی که شما گفتید به این شکل جایز نیست. سلام استاد خدمتی، سوالی دارم. زن خوب چطور زنی است؟ و یا فقط زنهای ایرانی به شوهران خود بی احترامی میکنن و حق مرد از زن چیست و بالعکس؟ زنان و مردان حقوقی دارن و از حقوق زوجین رعایت بشه. الله عزوجل خطاب به مردان میگویند ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. هر چیزی که شما حق دارید از زن، زن هم از شما حق داره. در جای دیگه خداوند میفرماید خطاب به مردان و عاشروهن بالمعروف، درستی با زنان رفتار کنید، با خوبی، با نیکی، ظلم به اینها نکنید. آخرین توصیه پیامبر این بوده که استوصوا بالنساء خیر، مواظب به زنان باشید، بهشون ظلم نکنید. اینها درسته که شما اینها رو به نام خدا اینها رو تصرف کردید، بدانید استحللتم فروجهن بکلمت الله، مواظب زنان باشید. اما وظیفه زنان احترام شوهر، بالاخره اون چیزی که زن باید در اختیار شوهر قرار بده واجب شرعی است، به خصوص مسئله آمیزش حق شوهر هست، مطالبه کند. زمانی که زن عذری نداشته باشد باید تمکین کند. و حالا مسئله نمیدونم نظافت و اتو زدن لباس و آشپزی کردن و تمام اینها یک نوع عادت و عرفه. اگر در منطقه عادت و عرف این بود که زنان پخت میکردن، جارو میزدن، اتو میزدن، خب شما هم جارو کنید و حد در حد توان، ولی واجب زن نیست. اینو من، اون دوست محترم ما همیشه جناب برادرمون خدا حفظش کنه علی از لندن، همیشه این مسئله رو یادآوری میکند
که من بنده به این مسئله اشاره کردم. وظیفه زن نیست، اما اگر زن در اون منطقه، زنان عرف و عادتشون چنینه، اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ اون چی که وظیفه زن هست برای شوهر آرایش کند، در خدمت شوهر باشد، به حق نه به ناحق. توجه کردید؟ چون که اگر شما بیایید و اون چیزی که وظیفه زن نیست از زن بخواهید و زن نتواند انجام بدهد، یعنی ظلم به زن کردید. توجه کردید؟ ظلم در حق زن کردید و این ظلمات است روز قیامت و جایز نیست و خداوند از شما مطالبه می کند. مواظب زنان باشید، بهشون ستم نکنید. البته بستگی دارد به اون چیزی که خداوند قرار داده و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. از آیات و قدرت الهی اینه که از بین شما کسانی را قرار داد که، یعنی از جنس خودتون، زن از جنس خود و مرد هم از جنس خود، با همدیگه ازدواج کنند تا آرامش بگیرند در کنار همدیگر، در جوانی محبت و در پیری هم مودت نسبت به همدیگه داشته باشند. بله، به پایان برنامه نزدیک میشویم. به نظرم کسی که از این پیام بخونم، مال من این پیام، که به نظرم کسانی که از افغانستان تماس میگیرند و نگران آخوندها هستند به لطف یه لطفی بکنند و این آخوندها رو ببرن مملکت خودشون اگه خیلی دوستشون دارن، چون مردم ایران از این قبیل آدم بدشون میاد. اگر نگران جون یک آخوند شیعه هستی ولی نگران جون 40,000 شیعه نیستی که کشته شدن، تو مسلمان نیستی، تو سنی نیستی، تو بیشتر. البته این اصطلاحات رو یه کمی ما همونطور که پهلوی گفت نه باج به آخوند میدیم، نه باج به اروپا میدیم و نه باج به آمریکا و اسرائیل. خودمون با همت خودمون میهنمون را آزاد میکنیم. و السلام علیکم. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی گله‌ای از اروپایی ها داشتن. گفتن که من در نشست و برخاستم با اروپایی ها، آلمان رفتیم، در پارلمان در سوئد رفتیم و این طرف و اون طرف، بالاخره کشورهای اروپایی. جالب اینجاست که حدود 150 خبرنگار، این حرف شاهزاده پهلویه ها، شاهزاده میگه حدود 150 خبرنگار از من پرسش های مختلفی داشتن. دریغ از یک پرسش در رابطه با اون 40-50 هزار نفری که ظرف 2 روز کشته شدند. میگه ببین چقدر اینا بی انصافن. یعنی شما همه چیز براتون مهمه جز جان ملت ایران. 150 خبرنگار، شما از تمام مسائل و از تمام این چیزها پرسیدید، یک خبرنگار نیومد یا یک سوال از این 150 سوال نیومد که بگوید آقا چرا رژیم آخوندی ظرف 48 ساعت بیش از 48,000 50,000 جوان را به رگبار بست. این دال بر اینه که شما اروپایی ها براتون مهم نیست ملت ایران کشته بشوند، شکنجه بشوند، گرسنه بشوند، قحطی دچار اونها بشه. مهم اینه که شما چطور بتونید نفت ایران را از این آخوندا بگیرید. و این یعنی بی انصافی و این یعنی بی عدالتی و این یعنی ظلم در قبای دموکراسی و آزادی. که چیزی است که بنده بارها اگر یادتونه جامعه اروپایی را جامعه منافقی معرفی کردم. از کردم اینا در شعار میگن دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، در باطن دارن جلو چشم خودشون میبینن این همه شکنجه، این همه کشتار، این همه اذیت و آزار، این همه اعدام. روزانه چقدر اعدام میکنه این رژیم جمهوری اسلامی؟ هیچ حرفی نمیزنن. حقوق بشر برای که مصالحشون در اونجاست. لااقل به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی سفرای جمهوری اسلامی را اخراج کنید از کشورتون، سفرای خود را بازخوانید، برگردونید به کشورتون به عنوان اعتراض، به عنوان اینکه آقا شما داری ملت خود را میکشی. از جامعه اروپایی همچون حرکتی دیده نشده متاسفانه. بالاخره رسوایی برای همین جامعه ظاهر دموکراسی و طرفدار حقوق بشر و در باطن ظالم و
ضد بشریت، مثل خود آخوندهای صفوی که ضد بشریت هستند. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم. خدا را میخواهم که به ما و شما توفیق عدالت نصیب فرماید. مردگان و گذشتگان شما و گذشتگان و مردگان ما غریق بهشت کند الله ذوالجلال. بیماران ما و بیماران شما شفای عاجل عطا فرماید. خانواده و فرزندان ما و شما را اهل دین و اهل ایمان و اهل صداقت و اهل حیا قرار دهد. ظالمان را از بین ببرد. در هر جای این کره خاکی ظالم هست یا الله ظالم را نابود فرما. مظلومان این کره خاکی را بر ظالمان نصرت بخش یا رب العالمین. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سل العلماء من